گرچند که تخریب شوکاویزی مصطب‌ها که تمام جهان را شوک میکند، غزه فلسطین یک نوعی را تجربه میکند. با معامله ها و گفتگو آنها موفق شدند که وارد کردن تکنیک وزنین و منزل های موبیلی اجازه داده شود. ساکنان شکست ناپذیر و مقاومت کننده انکلاف پر از اراده می باشند که وطنشان را برقرار نمایند و نمیگذارند که تخریب دیگری به وقوع پیوندد. در این تصویرها ساکنان انکلاف بولدوزرهای دراز مدت را که برای تازه کردن ولنگاری زوالها و برقرار کردن منزلهای نوکار خواهند کرد استقبال میکنند. ما زوالها را تازه میکنیم، برقرار میکنیم و غزه را احیا خواهیم کرد. آن بهتر از هر وقت پیش خواهد شد. غزه زیباتر خواهد شد. غزه در داخل ما است. ما آنهایی هستیم که استوار ایستادیم. این دست آورد است. این دست آورد من و دست آورد آنهاست. ما افتخار داریم که استوار ایستادیم و از عهده‌اش برآمدیم. از جانب مصر شماره زیاد ماشین‌های بارکش که تجهیزات ساختمان و مواد ساختمانی میبرند به غزه آمدند. در مورد روند تعلیمی با وجود شرایط فلاکتبار، خواهش ساکنان غزه برای گرفتن دانش شکسته نمی شود. پس از 1.5 سال درس‌ها در مکتب‌ها شروع شدند. به یاد آوردن لازم است که فلسطینیان به معلومات‌های بلندترین در جهان معروفند. این کودکان میخندند گویا که یگان جنگ نبود. این بهترین جواب است به کسانی که کوشش کردند که آنها را در طول 15 ماه نصف کنند. در همین حال یکی از بازار غزه احیا می شود.